بسم الله الرحمن الرحیم. یک حادثه بگم. حدوداً 1 ماه پیش سر فلکه برق بندر عباس یک راننده ماشینی ترمز میزنه سر چهارراه، از ماشین پیاده میشه میره به طرف پلیس یا به طرف مردم. ای مردم بیاید به دادم برسید، 1 نفر تو ماشین میخواد منو بکشه. مردم دویدن رفتن تو ماشینش نگاه کردن، هیچ کس نیست. ای دروغگو، سرکاری بود نه؟ بیکارید؟ خلید؟ کذاب. هیچ کس تو ماشین نیست. به خدا قسم که نشسته داره نگاه میکنه میخواد منو بکشه. کسی باور نمیکنه، هیچی نیست. کسی حرفش گوش نمیده تا میشینه پشت فرمان، دست به فرمان دنده، نفس خالی میکنه. اسرائیل تو ماشین سوار بوده، نشسته بوده، ولی منو تو نمیبینیم. در حدیث وارد شده که پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند وقتی اجل انسان میرسه خداوند پرده چشم بلند میکنه، تا چشم کار میکنه ملائکه صف کشیده، همه با چشم خودت میبینید. اون موقع دیگه در توبه بسته میشه و حتی اسرائیل هم میبینید که از وسط صف داره میاد به سراغت. اون موقع دیگه در توبه بسته میشه. مسکین داره میبینه، زرزر بهش نگاه میکنه، تو ماشینش هم سواره. به دادم برسید، هیچ کس نمیبینه. اجل ما نرسیده که اونو ببینیم، اجل خودش رسیده. چند بار فرصت گیر ما آمد استفاده نکردیم. هنوز جوانه بابا، از الان خودتو دل مرده نکن. این نصیحت می گوش آده، ببخشیدا محلی خودمون و ملا رفیق نبی که دل مرده تکن. همه چی حرام حرام حرام. وای بر تو اگر با ملا رفیق شدی، دل مردت میکنه. همه چی برعکس شده نه؟ یه چیز بگم باور بکنیم، ملاها دل زنده ترن. دل مرده چیه؟ قال الله قال رسول الله آدمو دل مرده میکنه. اجماع یک صلوات محمدی خط بفرمایید. به گورستان گذر کردم صباحی، شنیدم ناله و فغان و آهی، شنیدم ناله و فغان و آهی، شنیدم کله‌ای با خاک میگفت، شنیدم کله‌ای با خاک میگفت که این دنیا نمی ارزد بکنی، که این دنیا نمی ارزد بکنی. ای اسلام ای دین جاودان، ای راحت پر ز جود و تبا.